بولیگری به رفتاری گفته میشه که یک فرد یا گروه با اعمال قدرت، نفوذ یا زوری که داره به صورت عمدی و مداوم مورد آزار یک فرد یا گروه دیگه بشه که این آزار میتونه فیزیکی باشه، کلامی باشه، اجتماعی باشه، همونطور که اینجا شاهدش هستیم بیش از هر چیز که ترانه دارن هی طرد میکنن، یا حتی سایبری باشه و از طریق فضای مجازی اعمال بشه. پولدیگری معمولا در یک بستری اتفاق میفته که برابری قدرت وجود نداره و یک گروه یا یک فرد دست بالا رو داره توی اون سلسله مراتب قدرت نسبت به اون فردی که قربانی قرار میگیره و به شکل تکرار شونده این قدرت رو اعمال میکنه روی اون فرد و مشخصاً به قصد آسیب رسانی این کارو میکنه. بنابراین این خیلی باعث کمبود اعتماد به نفس میشه، باعث اضطراب و افسردگی میشه و حتی ممکنه به جایی برسه که فرد متاسفانه جان خودش رو بگیره. همونطور که گرچه تو ایران آمار چنین وقایعی خیلی موجود نیست، در غرب میبینیم که این آمار اعلام میشه، به خصوص در سن نوجوانی که مثلا یه تعداد بچه همیشه جانشون از دست میدن به خاطر بولیگری، به خصوص این روزها بولیگری سایبری. حالا چرا برای نوجوانا بیشتر اتفاق میفته؟ چون اون موقع هنوز هویت‌های متزلزلی دارن، نمیدونن کیان، میخوان خودشون رو تعریف بکنن. این سلسله مراتب قدرت مدام در حال تغییره و اینا از ترس اینکه توی گروه ترک شدگان قرار نگیرن خیلی وقتا این بازی‌ها رو با هم میکنن.